به نام خالق عشق و زندگی، خالق حیات و دلدادگی. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گلم در کانال آرامش ذهن. اگر اولین بار این ویدیو رو میبینید منو سابسکرایب کنید، عضو خانواده کانالم بشید و از من حمایت کنید. اثرات مواد مخدر و الکل روی چاکراها و کانال‌های انرژی. نیکوتین مانند سدی بین نیروی عمومی کندلینی و عملکرد آن در چاکراها عمل می‌کند، در حالی که الکل مانند داروی محرکی نیروی کندلینی را در مسیرها و مجراهای اشتباه با سرعت به حرکت در می‌آورد و یا آن را در مسیر اشتباه تقویت می‌کند که باعث آسیب‌های جبران ناپذیری بر روی نادی‌ها می‌شود. تمام قرص‌های اعصاب و خواب‌آور، انواع مخدر و داروهای محرک نادی‌ها را مسدود کرده و به عنوان سدی بین کندلینی و چاکراها عمل می‌کنند. این قرص‌ها و مواد مخدر مانع جریان انرژی یا کندلینی در بدن مادی و همچنین باعث نشت شدید انرژی در آن واحد می‌گردند. اثبات شده حتی قرص‌های میگرن دارای مقدار زیادی کافئین هستند که برای فرو نشاندن درد به شدت انرژی را به فروکش و انقباض وامی دارند. همچنین انواع داروهای اعصاب و آرامبخش‌ها شکاف‌هایی در لایه‌های حفاظتی نادی‌ها به وجود می‌آورند که باعث می‌شود انرژی نه تنها بیرون بریزد، بلکه همزمان تأثیرات و انرژی‌های منفی از همان شکاف‌ها وارد نظام بدن و مراکز انرژی و چاکراها شود. مواد مخدر و توهمزا به طور کل کندلینی را به صورت مصنوعی و غلط فعال می‌کنند. لذا انرژی کندلینی در مسیرهای اشتباه به سرعت بالا می‌رود و به ناگاه در بعضی از چاکراها توقف می‌کند. به همین دلیل باعث ایجاد تجربیات شگفت‌انگیزی می شود که به فعال شدن ناگهانی آن چاکرا مرتبط است، ولی بلافاصله پس از فروکش کردن تجارب اولیه نادی‌ها دچار عکس‌العمل شدید شده و تخلیه انرژی شدید او را دچار افسردگی‌های عمیق، انحطاط روحی و احساسی، احساس پوچی، چند شخصیتی بودن و بدترین و شدیدترین اغتشاشات عصبی و روحی می کند. لذا استفاده از الکل، مخدرات و نیکوتین شاید در همان زمان استفاده در نظر فرد قربانی شگفت‌انگیز و آرام بخش باشد، ولی تحت تاثیر حتی یک بار دستکاری شدن کندلینی به این صورت و شدت کانال‌های عصبی یا نادی‌ها تحت اثر عبور یکباره انرژی کندلینی دچار شکاف‌های عمیق شده و از همپاشیدگی کانال‌های عصبی یا نادی‌ها تحت اثر جهش و انفجار ناگهانی کندلینی تحت اثر استفاده از الکل یا مخدر باعث می شود که فرد دیگر به راحتی نتواند تجربه جریان صحیح کندلینی را در مسیر اصلی خود دنبال کند و تحت اثر نشت انرژی از کانال‌های نادی پیوسته در وجود خود احساس خلأ انرژی و ضعف و افسردگی و پوچی داشته باشد. لذا حتی یک بار استفاده از چنین روش‌هایی آسیب‌های جبران ناپذیری بر هستی مادی و روحانی فرد باقی می‌گذارد. وقتی ارتعاشات به صورت غیر طبیعی از طریق مصرف مواد مخدر، الکل، قرص‌های روانگردان بالا می رود، به خصوص چاکرای پایینی تحریک می شود و شخص حالات مختلفی از انواع احساسات روحانی لطیف و زیبا را تجربه می کند، در حالی که به محض از بین رفتن محرک و بازگشت انرژی آثاری از جمله
کمبود حافظه، نابودی سلولهای مغز، فراموشی، شهوت شدید، گرسنگی شدید، خواب و سستی شدید، افسردگی، میل به خودکشی، تمایل به فرار و خشم و تنفر شدید دامنگیر فرد می شود. در نهایت با ادامه استفاده از این محرک‌های مصنوعی برای فعالیت مصنوعی کندلینی فرد برای همیشه دچار اغتشاشات شدید روانی می شود و از شدت گفتگوهای ذهنی و دستورات عجیب و غریبی که به ذهن بیمارش القا می شود او را مجبور به انجام جنایت و یا ضربه زدن به خود می کند. یا سایر توهم‌های درهم و برهم و دردهای غیرقابل توجیه جسمانی رنج می‌برد، در حالی که در توهم خود ممکن است همه اینها را نشانه کامل باطنی، خاص بودن در درگاه خدا یا شیطان و رسیدن به حقیقت بداند. زندگی پیش روی ماست و آرام یا همراه شما.